امام آدم مردم مهربان شدنش است. وظیفه امام مردم از راه کج برآورده برای راست انداختن است، نه اینکه برای پشت پنجره کره کزیالی کردم. نعوذ بالله. نخواه مردم حالا این بعض آدم میگوید که من فلان مسجد نزدیک نمیرم. چون که امام خبر میکشد. امام هر یک گپ بالا میرسونه، من برای میشوده نمیرم جماعت مسجد نروم، ممکنه یک تا آدمو میپرسه. نعوذ بالله. آخر وظیفه امام چی بود؟ وظیفه یک به خود آید، به دو روزه مال دنیا. مال دنیا هم نیست. همین امامتی چی دارد؟ یا همین منصب شد؟ همین از بالای امام ها ازدیوات دارن. امام های فرمی همین چکمن و تاقی کدی دواندن دیروز. این از ازدیوات دیگه بیش نیست. چی این تحقیر است. این برای چی وای مثلا بیگذار مالی برای از افرادگری دور میشود است امام اگر دعوت اگر مالی اخی خیم فرمی سپارتیونی پشتن دعوت اخی چو اکون وای چکمن تو پیکدی دعوت امام دخترش به اونیورسیت مجبور کن که یوبکه کدی اومده اونیورسیت. هر یک امام باید یک تا دخترش خانوادت بود است در دانشگاه. اخی کمک اگر ایمان داشته باشد همین امام ترک وظیفه میکند. اخی نخوادم خیلی خواری و ذلت به خود قبول کنی برادر عزیز. من برای دانلوها و امام ها دشمن نیستم. برادرها اونا برادرای ما هستن، لیکن این کارو نکنید.